متوجه باشین. من قابلیت تقسیم اعداد بر عدد 13 را براتون تشریح میکنم. فقط متوجه باشین که بفهمید. کسی نوشته نکنه، متوجه باشین. قابلیت تقسیم اعداد بر عدد 13. هر بار رقم یک های یک عدد را حذف نموده 4 چند نماییم. عدد 4 چند شده را همراه با باقی عدد جمع نماییم. حاصل جمع 13 و یا مضرب عدد 13 گردد. آن عدد بر عدد 13 پورا قابل تقسیم است. مثل قابلیت تقسیم اعداد بر عدد 7 است. در 7 که بود دو چند میکردیم تفریق میکردیم. در 4 چند میکنیم جمع میکنیم. اینا رو ببینیم. یک سوال کار میکنیم میبینیم که آیا این بر 13 پورا قابل تقسیم است یا نیست. اگر داشته باشیم 52 169 اینی عدد 52169 را میبینیم که آیا بر 13 پورا قابل تقسیم است یا نیست. رقم یک هایش حذف کن. اینی می عددی را که حذف میکنی یا 4 چند 4 9 4 36 میشه. باز بیار با باقی عدد در 7 که بود تفریق میکردیم که این جمع بود که باقی عدد جمع بود. 6 و 6 12 یک حاصل 1 و 1 2 2 3 5 و این 2 هم خودش 5 خودش. خب این تا زمانی ادامه میدیم که با یک نتیجه برسیم. فعلا به نتیجه نرسیدیم. باز هم رقم یک هایش حذف میکنیم. 2 ضرب 4 مساوی به 8 میشه. 8 میاریم با باقی عدد جمع میکنیم. 5 و 8 13 یک حاصل 1 و 2 3 و این 5 هم خودش. باز هم نتیجه نگرفتیم. 3 ضرب 4 مساوی به 12. رقم یک هایش حذف و 4 چند میکنیم. جوابش 12 شد. نتیجه 12 را جمع میکنیم. خب 3 و 2 5 و 5 و 1 6. 65 مضرب 13 است. 5 تا 50. 5 3 15. 15 و 50 65 میشه. بله مضرب 13 است. اگر نفهمیدیم خیلی یک بار دیگه پیش میریم. 5 ضرب 4 مساوی به 20 میشه. 20 که کردی 6 جمع کنیم چند میشه؟ 26. 1 13 13 2 13 26. بله وقتی که برای 13 پورا قابل تقسیم است این هم برای 13 پورا قابل تقسیم است. مشکلی نداره؟ میتونید نوشته کنید بس. این شما نوشته کنید یک سوال کنید.